کراسوس سردار رومی بعد از فتوحات و پیروزی‌هایی که در اروپا به دست آورده بود تصمیم گرفت به سمت شرق بیاد، وارد ایران بشه و ثروت شرق رو هم تصاحب کنه. اون اروپا رو تو چنگش داشت و تو فکرش این بود که آسیا رو هم بگیره تا یک امپراتوری جدید جهانی تشکیل بده. برای همین در سال 53 قبل از میلاد کراسوس با یک لشکر 43,000 نفری وارد قلمرو امپراتوری اشکانیان تو ایران میشه. کراسوس وقتی وارد قلمرو ایران میشه گزارشش به مرکز میرسه و سورنا فرمانده لایق ایرانی مأمور میشه جلوی کراسوس رو بگیره. اما چون کراسوس یک یورش ناگهانی کرده بود، لشکریان سورنا آماده نبودند و اون فقط حدود 10,000 نفر سرباز داشت. برای همین در اطراف مرز خودش را با کراسوس درگیر نکرد. اون مخصوصا نرفت سمت مرز و نقشش این بود که لشکر کراسوس قشنگ وارد قلمرو ایران بشه. کراسوس به منطقه رسید به نام حران که به انگلیسی بهش میگن کارهه. کراسوس از دور سپاه سورنا رو میبینه و به لشکرش دستور میده دژ انسانی درست کنن. رومی ها یک روشی داشتن که در موقع جنگ سپرهاشون رو میچسبوندن به همدیگه و یک مربع غیر قابل نفوذ تشکیل میدادن. وقتی اون دژهای انسانی تشکیل شد، سورنا به سپاهیانش دستور حمله داد. 43,000 نفر پشت سپرهاشون قائم شده بودن و 10,000 نفر می اومدن جلو. سورنا به سپاه سوار زره‌پوش دستور میده برن جلو و بزنن به صف دشمن و بقیه لشکرشون میگه از دو سمت برن اطراف سپاه کراسوس و با کمان و بی نهایت تیری که در اختیار دارن اونها رو تیرباران کنن. دقیقا نقشه‌ای که سورنا برای این جنگ طراحی کرده بود به خوبی پیش میرفت. اون میدونست رومی‌ها چطور میجنگن و کشوندشون یک جای مسطح که 10,000 نفر به راحتی بتونن تیربارانشون کنن. ارتشی که کل اروپا رو گرفته و رسیده اینجا در مقابل 10,000 نفر زمینگیر شده و حتی نمیتونن سپرهاشون رو جابجا کنن. کراسوس وقتی دید زمینگیر شدن و همینطوری داره تلفات میده، دستور داد حمله کنن و بدوین به سمت دشمن و اونا شروع کردن به دویدن، اما فشار تیرباران اجازه پیشروی نمیداد. این همه تیر از کجا اومده بود؟ مگه یک سرباز چقدر تیر داره؟ اما سورنا از قبل فکرش رو کرده بود. اون 1000 تا شتر رو پر از تیر کرده بود و اونها پشت سپاه در حال حرکت بودن. هر سربازی که تیر لازم داشت میرفت از روی شترها برمی‌داشت. کراسوس اصلا فکرش هم نمی‌کرد که یک همچین بلایی سرش بیاد. پابلیوس پسر کراسوس وقتی دید همه چیز داره از دست میده و سربازان دور اطرافش دستور داد که اون رو بکشن تا دست ایرانیان نیفته. هیچ سربازی نمیتونه جون سالم به در ببره. همیشه در میدان جنگ لاشخورها اون بالا منتظر میمونن، چون میدونن غذای خوبی در زمین خواهد بود. یک چیز جالب که در این میدان جنگ اتفاق افتاده این بوده که هیچ جنگی تا حالا نبوده که اینقدر تیراندازی بشه و این ابتکار سورنا بود که 1000 تا بار شتر برای سپاه کوچیک خودش آماده کرده بود و این یک شاهکار جنگیه. بعد از اینکه شب فرا رسید، سورنا دستور داد لشکرش دور تا دور اینا صف بکشن و نذارن هیچ کس خارج بشه تا صبح دوباره جنگ رو شروع کنیم.
باقی مونده لشکر کراسوس در همون حالت محاصره خودش رو جمع جور کرد و صبح که شد جنگ دوباره در گرفت. اونا جلو میرفتن اما هیچ روحیه‌ای نداشتن، اما پرچم رو هنوز بالا نگه می‌داشتن. سوار نظام زره‌پوش سورنا دوباره یورش برد به قلب سپاه رومیا. بعد از اینکه سوار نظام حمله کرد، فکر نکنید تیرکمون‌ها از کار افتاده. تیرباران دوباره شروع شد. سپاه روم شکستی خورد که در هیچ تاریخی چنین شکستی نخورده بود. بیشتر از 20,000 نفر از اونها کشته شدند. 10,000 نفر اسیر دادند و بقیه تشنه و گرسنه تو بیابون‌های اطراف فرار کردند. جنازه کراسوس هم بین کشته شده ها بود، اما کسی نمیدونه سورنا اون رو کشته یا یک سرباز دیگه. رومیا رو که گفتیم چقدر کشته دادن، بیشتر از 20,000 نفر. تازه اونایی هم که فرار کردن یا از گشنگی و تشنگی مردن یا خوراک حیوانات درنده شدن. اما شاید جالب باشه که بدونید سپاه سورنا زیر 100 نفر کشته داده بود. بعد از این جنگ سورنا در سراسر امپراتوری به شدت محبوب شد و این به مذاق اورود دوم پادشاه اشکانی اصلا خوش نیامد و یه جوری فکر کرد سورنا به این محبوبی میتونه جای اون رو بگیره. برای همین نقشه قتل سورنا رو کشید و اون رو به دلایل حاوی کشت.